وابسته‌کار شناخته ارباب هنری تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی قدرت‌الله یحیی‌یف در نزد بنای کنسرواتوار ملی تاجیکستان واخوردیم. چند سال است که در این مکان به دانشجویان نوازی‌های موسیقی را می‌آموزاند. اگر اینجا همچون استاد دلسوز و سختگیر هر یک جزئیات فنی درسی را آموزاند، پس همچون ایجادکاری واقعی نیز نسبت به هر یک اثر آفریده‌اش مشکوکانه مناسبت می‌کند. میگوید که با مشغول شدن به صنعت حیات خود را در آن دیده است و با صنعت زندگی می‌کند. ما از صنعت موسیقی تربیت پیدا کردم. ما از صنعت موسیقی جهانبینی و بای کردم. ما از صنعت موسیقی آن چیزی که گرفتم و آن چیزی که قبول کردم، چقدر که توانستم به فرزندانم، به نبیره‌هایم، به شاگردانم، به مردمم توسط اثرهای خودم بسیار میخواستم رسانم. از عهده‌اش برآمدم یا نه، اینا به فکرم وقت نشان می‌دهد. قهرمان ما ایام بچگی خود را خوب در یاد دارد. به یاد می‌آورد که چون دیگر فرزندان عائله دستیاری حقیقی پدر و مادر بود. مهنت دوست بود و در برابر این خواندن جزء اساسی روزگاری مکتبیش بوده است. خرسندانه زندگانی میکردیم، چون که ما فقط در حرکت بودیم، فقط در حرکت، از کودکی فقط در حرکت، تا حتی در خانه در حوله، یعنی برابر پدر، با پدر ما کمک میرساندیم. ما 5 نفر اکاوکا بودیم، سلمان، الهام، نعمت، امام، رسلان، همه ما چقدر که توانستیم با پدر، یعنی آنها با بابا، ما با پدر وای میکردیم، کمک میرسودیم. میرفتیم از بازارچه کوچه گوگل به نام گوگل که میخریدیم میآوردیم، یا اینکه من در یک ستیلچه، یعنی 5 لیتر ستیلچه بود که با دو دستم نان قاق برده ایستاده در همون بازارچه، نان قاق رو فروخته ایستاده، از آن طرف انگیش گرفته می آمدم، پگویی ها ساعت 5:30 6 پگویی، یا اینکه لای میکردیم، بالای بام میبر اومدیم با بند، یعنی همون ستیل لای میبرداشتیم، اندوان میکردیم. ما همه وقت یعنی با کار مشغول بودیم، یعنی همه خیلی ما کلان شدگی. برابر این بود آخر در نوبت اول میخوندیم. من در خاطر دارم و پرچله های ما از لطگیم بود، تا حتی کیسچه داشت که در درون وای هم چرنیل دانه می انداختیم، پیراهای 11 بود، سباش که میگفتم بود. از ایام خردسالی قدرت‌الله یحیی‌یف حرف زده نمیتوان مشغولیت‌های دوست‌داشته‌اش را استثنا نمود. اگر در محفل ورزشی به صفت سردار دسته فوتبال بازان برآمد میکرد، پس از آمدن به محفل موسیقی نوازان نیز یکی از پیشصفان آن گردید. وقتی که من خردسال بودم، با نصیحت و مصلحت پدر باید من دکتر میشدم، چون که پدر همه خیلی یک مصلحت داده بودن. لیکن با مرور زمان در صنف‌های 4 انیخترش صنف 4 یکی از استادان صنعت موسیقی، خیموف استاد نام داشتن، و همین کس وقتی که به مکتب میانه رقم 7 شهر دوشنبه آمدن از نظر گذرانی کنندند و دیدند که مثال من مهارت موسیقی دارم، نوازش موسیقی دارم. بعد یک چند نفر ما رو یعنی انتخاب کرده ایستاده به خانه پیانیران دعوت کردند که به همونجا رویم و در آنجا یعنی نواختن رباب خردک، رباب پریما میگفتن، یعنی از خود کنیم. تا حتی ما برای استفاده بردن ساز موسیقی رباب خردک، رباب پریما نام دارد، ما دستنویس نوشته داده بودیم
برای اون که اگر مبادا ما جوانی کرده ایستاده مکتب بچگی کرده ایستاده همون ساز موسیقی در یگان جای شکنیم ناخواست می یا که مخصوص می ما باید توان همون تیم یعنی 10 مرتبه زیاد از آن نرخی که عموما در همون نرخ داشتم اون ساز رباب. یکی از روزها همین خیلی شد که ما در نزد کینوتئاتر شفچنکو برای یکی از فیلم های هندوگی تماشا کردن رفتیم و بعد خانه پیانیران در همونجا یک ناجوری پیدا شد بین یک چند نفر برادرها. بعد ما همیشه شد که مجبور شدیم همه رباب ها کتی یعنی مبارزه بریم یعنی رباب های شکستیم قصه کوتاه در سر یک رفیقو لیکن بعد جوابش هم دادیم. این گویا هنوز آغاز فعالیت قدرت‌الله یحیویف در جاده موسیقی بود. پس از شناسایی بی‌واسطه با بسته‌کاران معروف زیادالله شهیدی و دمیردوست محمدوف اکنون قدم‌هایش را با باوری به میدان موسیقی گذاشت. وقتی که در مکتب میانه رقم 7 میخوندم از ما بالاتر یک دوست برادری بودن که اونقدر هم همسایه هم بودن. بعد ما همکس شدیم با دمیردوست محمدوف کمپوزیتور. دمیردوست محمدوف یک 3-4 سیم بالاتر بودن و با مصلحت دمیرکان در همون انسامبل نوازنده هایی که در مکتب اون کس تشکیل کرده بودن و سروری میکردن و میآموزند و اون کس خودشون هم در چنگ مینواختن در ساز موسیقی چنگ و هم در کلارنت مینواختن. علاقه اون کس یک چند اثرها هم ایجاد کرده بودن و نمیدونم این پیش از همه با یاری و دستگیری خودی دمیرکه بود که مرا به همین ایجاد کردن سرودهای بچگانه جلب کردن توانستم و من هیچ از خاطر نبرم سرودهای یکمین بچگانه خودم بچه بودم لیکن اکنون باز یعنی کوشش کردیم با ساز رباب یک 2 سرود بچگانه نوشته بودم. یکیش گربچه من نام داشت دیگرش شهر عزیزم. در یادم هست ما با قدرت‌الله یحیویف هم کورس بودیم در آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه تحصیل میکردیم. من در وکلی یعنی آوازخوانی بودم، شعبه آوازخوانی بودم، قدرت‌الله در شعبه کمپوزیتری بودن. همون وقت میگفتن این نقره و این تیلا های تیلا رفت مسکو رفت کمپوزیتری و نقره تمام کرد و به امید آرزوی من به رادیو و تلویزیون بود. پس از تحصیل در شهر مسکو و سبق گرفتن از استادان شناخته قدرت‌الله یحیویف به دوشنبه برگشت و کاملا به ایجاد پرداخت. این بود که مهنت‌هاش ثمره خوب به بار آوردند. قدرت‌الله سلطان یحیی‌زاده من همچون از سالهای دانشجویی میشناسم. سالهای تقریبا 71 من همچون دانشجویی آموزشگاه موسیقی بودم. حالا امروزه کالج صنعتی بنیامین آقلوف. همون سالها اون کسا دانشگاه آموزگاری به نام گنیسوهای مسکو ختم کرده به حیث آموزگار به کالج آمدن یعنی آموزشگاه موسیقی آمدن و همچون استاد فنهای نظریه موسیقی فعالیت میکردن. چون بسیار یک معلم جوان بودن و شخصی از لحاظ ایجادی هم بسیار تازه کار بودن و بعضا وقت سروداشون اثرهاشون در درس‌ها ترغیب میکردن نشان میدادن. در روند درس ما بسیار هوسمند شدیم که چون یک کمپوزیتور جوان ختم کرده مسکو با اثرهای یک جالبش شوق و ذوقی ما را بیدار میکردن و چون از ایجادیتش بدتر که آگاه شدم خیلی کمپوزیتوری سیر محصول بودن. تا کورسی 4 ما را دست دادن همچون و میگفت که من شاگردی آرام خچوتیان میشم و ما آرام خچوتیان میشوتیم. همچون از ادبیات موسیقی بگذاشتیم که آرام خچوتیان که کمپوزیتور مشهوری شورای آخوته بود. ما فخر میکردیم که الان استاد ما در دست وای خوندگی
ما هم میخواستیم رنگ استاد هم استادی آرام خشتران شیم استادی همین استاد شوقی همین ایجادی با استاد مر هم وگذار کرده اولین همین شوق ایجاد مشاهدان نشان می‌دهند که نسبت به دیگر نوع‌های صنعت موسیقی قدرت‌الله یحیی‌اف در نوشتن سرودها همتا ندارد. واقعا هم سرودهای ایجاد نموده‌اش در اجرای بهترین سرایندگان کشور این گفته‌ها را تصدیق می‌کند. در ژانرهای گوناگون ایجاد کردن کمپوزیتور این وابسته است از همان مهارات استعدادش در ژانرهای گوناگون و هر یک کمپوزیتور به فکرم یک ژانر دوست‌داشته خودش است که به همون ژانر و نزدیکتر و میتواند یعنی از ایده همین ایجاد کردن همون اثر در این یا آن ژانر میبراید. من شخصا در حیاتم بیشتر انتخاب کردگی و مایل داشتم با نوشتن همین سرودها، ژانر سرود. من میتوانم مثال آورد سرودهای فرض کردیم شکرانه، نقره رحمت و سرایده است. خب زکات چشم، خرما شیرین و زنهای تاجیکستان در اجرای مستانه ارگش و یک سرود مادر در اجرای شادروان تاج‌الدین محی‌الدینов خیلی خوب سرایده شده روی فیته آواز و تا هنوز این سرودهایی که نامبر کردم و دیگر سرود و ترانه‌هایی که استاد ایجاد کردن در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان محفوظ است و همیشه موردی استفاده برنامه‌های گوناگون موسیقی و فرهنگی یعنی که قرار دارد. چشمانم تو باشی تاجیکستان، تاجیکستان، سور و درمانم تو
تاجیکستان تاجیکستان من به غیرت جان و جانانه ندارم ندارم جان و جانانم تو باشی تاجیکستان تاجیکستان. وقتی که قدرت الله یحیی از مسکو تعطیل آمدن همین سرود تاجیکستان شعر حدیثه قربان بن. بعد گفتم خیلی اول سرایت نوازت سرایت کنی موافق اسلوب آواز من باشد با جان دل من قبول میکنم. بعد وقتی که خوندن شکری آبد شکری خاکت شکری شام و شکری من گفتم نه قدرت الله التماس میکنم شکری آبد. بعد نوازنده ها لا 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 شکری خاکت نه 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 این نکنی خیلی زور بوده است. این همین چیز من نیت من قبول کردن و نامش گفتم که من پیش از این قدرت الله برای من سرود تاجیکستانی گلچهره سلیمان دوست گفتم قدرت الله بیاید همین نامش شکرانه میگم برای که شکر در حقیقت ما شکر میگیم. شکوهی دشت و صحرا تختزاری دل کشاید. 30 سال باز همکاری میکنیم و سرودهای کم ننوشته ایم. این سرودها از جانب هم آوازخوانهای مشهور و هم از جانب دسته های همسرایی کودکان اجرا شدند و گمان میکنم که در آنها هم قدرت الله یحیی‌زاده یک چیز بسیار مهم سین و سال و همون درجه قبول و هضم موسیقی را از جانب سامعانش بسیار به نظر میگیرد و همه اون مواد موسیقی که خیلی بای است. مواد موسیقی قدرت الله یحیی‌زاده بسیار بای است و همون مواد موافق همین طلبات‌های سین و سال به کار میبرد. قدرت الله یحیی زمانی هم کوشش آوازخوانی نکرده است ولی میگوید که برای آفریدن این آهنگ سرود باید اقلاً زمزمه کند. لیکن در وقت ایجاد کردن سرودها البته من مجبور میشم خودم زمزمه کرده ایستادم داد و فریاد کرده ایستادم برای خودم برای یعنی با آواز همین گوش خراش خودم برای خودم زمزمه میکنم که همین چیز یعنی باید شنوم پیش از همه میگم که شنیدن که باید مانند دیدن ما هم باید شنوم هم باید بینم هم بناتر ندیشم همه این چیزها رو باید من پیش از همه خودم احساس کنم و بعد فکر کرده ایستاده با سبکی کدام یعنی سراینده این موافقت میکند با این یا آن سراینده و این یا آن هنرمند بعد من البته مراجعت میکنم خواهش میکنم به نزد این یا آن هنرمند میرم خواهش میکنم که من مثال من همین خیلی سرود ایجاد کردم خواهش میکنم که اکنون دو کسه یعنی مشق گذارونیم و این سرود رو خوانید. آفریدن سرود برای بسته‌کار شناخته کار یگانه نیست. اگر نفر به محصول ایجادی قدرت الله یحیی دقیق نظر کند در ایجاد سیمفونی نیز مهارتی خاص دارد و سیمفونی های خاطره توکل‌الله یادداشت‌ها و غیره پیوسته در محفل‌های گوناگون صدا می‌دهند. همچنین قهرمان ما با خرید تمام تئاترهای کسبی جمهوری در تهیه نمایشنامه‌های گوناگون حصه‌گذار است. یگان تئاتر جمهوری تاجیکستان نیست که من در آن یعنی همکاری نکرده باشم یا اینکه با این یا آن نمایشنامه‌های این یا آن تئاتر یعنی سرود آهنگ ایجاد نکرده باشم. آگاه هستم که در چندین اسپکتاکل‌های تئاترهای درامایی از قبیل تئاتر لاهوتی، تئاتر جوانان و دیگر تئاتر کمال خوجندی، شهری خوجند مثلا
خیلی اثرهای موسیقی زیاد ایجاد کردند. هم در تئاترهای مضافاتی هم در تئاترهای مرکزی و دین یک این همین به نزدیکی یک اسپکتاکل تماشا کردیم به نام گردباد از نورتبروف در تئاتر جوانها که موسیقی آن را چطوری که میدونیم قدرت‌الله یحیاییف ایجاد کرده است و چقدر موسیقی خوب است و تماشابین غیر از اون که برای تماشای اسپکتاکل رود، غیر از این باز به تماشای یا که برای گوش کردن موسیقی می رود. بین قسمتی برنامه بخش علاهیده نامگذاری نمودنمان به سبب نیست. قدرت‌الله یحیاییف در آفریدن سرودها برای کودکان و نوجوانان الکی مشهور گردیده است و در همه محفل و جمعات و چهاره‌بینی‌های سطحی گوناگون این سرودها صدا می‌دهند. مخلصان دائمی تلویزیون بهارستان الکی چندین سرودهای این بسته‌کار شناخته را همه روزه توسط این شبکه تماشا می‌کنند و پسندی خرد و کلان گشته‌اند. انا اکنون بعد از آن که آدم یعنی تجربه پیدا کردن میگیرد، ایجادکار تجربه پیدا میکند، آهسته آهسته عقیده و فکرش دیگر میشن. انا خصوصا وقتی که تو فرزنددار میشی یا اینکه من نویردار میشی، اینها رو دوست داشته ایستاده اکن باید آخر به اینها یکان اثر بخشی ایجاد کنی. اینها رو به نظر گرفته ایستاده یعنی فرزندان مردم رو، نبیره های یعنی خلقم رو به نظر گرفته ایستاده، وطنم رو به نظر گرفته ایستاده. من باید یعنی خدمت کنم همچین ایجادکار در زندگی. اگر همین محبتی که عشقی که همین نسبت به فرزندای خودم پیدا کردم عیناً همین خیل من باید با یعنی فرزندای مردمم، دوستانم، برادرانم، خویش توارانم یعنی رفیقانم، همکسبانم با همه باید همین سرود و آهنگایی که من ایجاد میکنم نه تنها نباید محدود باشد، اینها باید دسترسی همین بچه ها شود، چون که با برابر شنیدن، خواندن، مشق کردن یعنی در این کنسرت ها اشتراک کردن، همه این مخصوص یک تربیه می شود. قدرت‌الله یحیی‌زاده بر متن بسیار شاعران دیگر که برای بچه ها می نویسند همچنین معروف و مشهور است. مثلا سرود آفتاب آفتابی او بر متن یوسفجان احمدزاده یکی از معروفترین سرود امروزه بچه ها به شمار می رود و بچه ها رو نه تنها به واسطه رادیو و تلویزیون بلکه آنها در مکتب‌ها، در کوچه ها، در باغچه ها میخوانند، خود به خود میخوانند که بسیار پدیده خوب است و من فکر میکنم این بخت و سعادت آهنگساز است. و خودی قدرت‌الله یحیی‌زاده یک سیمای بچگانه هم دارد، یک آدمی دلگشاد، یک طبعش گشادگی، چهرهش گشادگی، دست گشاد و آدم از دیدنش، از دیدارش شاد میشد، دلش گشاده میشد، طبعش گشاده میشد و به فکرم این به سرود بچه ها
به ایجاد سرودها برای بچه ها دل دادن وی روی آوردن وی بی سبب نیست، چون که وی همینگونه یک خصلت دل و تاب و ذوق کودکانه هم دارد. غیر از اون که برای یکخوان‌ها بچه‌ها سرودها می‌آفرد، قدرت‌الله یحیی باز برای خوری بچه‌ها سرودها می‌آفرد و ما و شما تماشاگران همه شاهد هستند که قریب هر پگاهی یا بگاهی توسط تلویزیون بهارستان سرودهای قدرت‌الله یحیی را بچه‌های مکتب موسیقی عطایف اجرا می‌کنند و در هوای این سرود و عموما اجرا کردن این سرودها از طرف اون بچه‌ها اون طبیعت زیبای تاجیکستان، پیشروی‌های تاجیکستان هم در جهت اقتصادیات و هم فرهنگ و دیگر پیشروی‌ها خیلی هم خوب تجسم می‌یابد، خیلی هم خوب نمایش داده می‌شوند که من راستش گپ اگر وقتی که تلویزیون بهارستان رو تماشا کنم و همین سرودها اگر که پخش شوند تا اخیر با همراهی نبیرها تماشا میکنیم و احسن میگیم با سراینده ها و البته پیش از همه با کمپوزیتور که اینقدر سرودهای عالی جناب می‌آورد. به نزدیکی ماهای سپتامبر اخیرهای آگوست شاهد آن بودم که در شهر وحدت جناب عالی تشریف آورده بودند برای آشنایی با اون نویگری ها و پیشروی های خواجگی خلق این شهر و از اون جمله درک شده شدی یکی از مکتب ها و در اونجا خور ان همین مکتب یک سرود را از قدرت‌الله یحیی زمزمه کردند بر متن نظام قاسم که خیلی هم به درجه عالی کسبی آن را اجرا کردند بچه ها و من راست گپ در حیرت بودم که اینقدر سرودی خیلی هم خوشروی آفریده است قدرت‌الله یحیی و ان همین خیلی خوشروی هم اجرا کرده شد از طرف سرایندگان که این خیلی صدا می‌دهد. از نوری روانی تو هر خانه منور باد، از گرمی تاباند هر سینه پر اختر باد. هی هی ای آتشی ننگ و نام، ای آتشی عالمگیر، لره دره 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 دم بم بم. ای آتشی ننگ و نام، ای آتشی عالمگیر، لره دره دیره دره دم بم بم. و من شکر میکنم که با همه خیل یعنی از شاعرها دوستان بسیاری دارم، با آنها همکاری میکنم و با آنها من مینداری خود را بیان میکنم، چون که آنها با من در ایجاد کردن سرودهای بچگانه کمک رساندند. این خانه رادیو است. قدرت‌الله یحیی در این مکان چندین سال به صفت سرمحرری اداره موسیقی فعالیت نموده است. متخصص ورزش سوای ثبت آواز اسمت الله سیدی میگوید که قهرمانی ما در سمت به خزینه طلایی ثبت نمودن نمونه‌های بهترین اثرهای موسیقی خدمت ارزنده کرده است. برای من همکاری با این استاد براستی که یک مکتبی نو بود، زیرا من زیادتر باز از اسلوبی ایجادی این کس خبردار شدم، از اون چیزی که این کس میدونن از اون چیز با خبر شدم که این در اجرای کسب من خیلی هم ضرور
зарур омад ва аз ин чиза хеле истифодаам бурдем ва амиро гуфтаниам ки қудратлои Аёзода яке аз эҷодкорон ва оҳангсозоне мебошанд ки нисбати кори худ хело ҷиддӣ ҳастанд. боиси хурсандист ки дар вақти хатмкунии ман ҳамин мавзӯи дипломии ман ҳамин хел ба ман афтид ки бояд ман дар бораи таърихи мусиқии таърихи идораи мусиқии радио бояд кори дипломӣ менавистам ва хушбахтона аз уҳдаи ҳамин чиз ман бо ёрии устод гӯем дар сатҳи аъло баромадам ва аз ҳамун интервюҳои устод ба ёдам ҳаст ки устод гуфта буданд дар ҳамун интервюҳояшон ки устод якумин одам буданд ки мусиқиҳое ки касбие ки сабт шудааст дар мисол давлатҳои дигар мисол Федератсияи Россия устод бо ёрии ҳамин устод ҳамин мусиқиҳо аз Федератсияи Россия ба хазинаи тиллои радиои мо оварда шуда буданд. Ин дар солҳое ки устод сармуҳаррири идораи мусиқӣ буданд. қудратло Яҳуев дар оила ва тарбияи фарзандон низ намуна аст. ҳамчун падари мушфиқ, бобои меҳрубон ва хешованди қадршинос мақом гирифтааст. машғулияти мусиқӣ бо бобои ҳунарманд аз зумраи беҳтарин лаҳзаҳои рӯзгори бачагӣ набераҳост. бобоҷон ҳар шаб мо ба афсона мегӯяд, дар бораи вақояи гург мегӯяд. бобоҷон дар бораи адушкампӣ мегӯяд. қудратло Яҳуев шахси эҳсосист. аз ҳар муваффақият шодии одамон зуд ба ваҷд меояду аз кирдорҳои номатлуб андӯҳгин мешавад. дар ҳаёт ман одами эҳсосӣ ҳастам ва азбас ки ҳамин дилам танг аст ҳар як кора мехоҳам пеш аз ҳамун яъне суръаташро тез орам ва дар вақташ ҳамун корро буд кунам, кӯшиш мекунам ки яъне ягон касро барои ҳал шудани ин ё он кор яъне хафа накунам. дар вақту соаташ яъне корро мехоҳам иҷро кунам. агар азудеш албатта бароям кӯшиш мекунам ки ҳамин чӣ қадре ки тавонам дар вақту соаташ он вазифае ки дорам ё ин ки он хоҳишу он супорише ки аз ман вобаста аст барои ҳал кардан кӯшиш мекунам дар вақту соаташ ҳамин супоришҳоро ё хоҳишҳоро иҷро кунам. ҳаст лаҳзаҳое ки дар ҳақиқат танҳо буданро дӯст медорам. ҳаст лаҳзаҳое ки бисёр мехостам дар атрофи ё ин ки дар паҳлӯи дӯсту бародарои азизтарини худам бошам, ё ин ки дӯст медорам дар байни шогирдони худам бошам ки тавонам озодона бо онҳо яъне суҳбат гузаронам, ҳолпурсӣ кунам, ҳамдардӣ кунам, дар кор бошад кӯмак расонам. шахси аҷоиб ҳастанд ки мо тӯли чанд сол дар вазорати фарҳанг низ дар як ҷое кор кардем. бисёр баъд як рафиқи ғамхор, яъне ки як дӯсти наздик ба одам ки масалан ҳеҷ вақт агар бо касе дар як ҷо як пела чой гирифта бошад, як меҳрубоние дида бошад ё ки ба касе як меҳрубонӣ кардагӣ бошад, ҳамун лаҳзаҳоро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунад. ҳамчун дӯсти вафодор ба одам ҳама вақт муроҷиат мекунад, муносибат мекунад ва пайваста аз ҳоли якдигар хабар мегирад. ашк як чизе ки инсон ба фикрам худаш бехабар мемонад. ман шахсан то ҳатто аз лаҳзаҳои хурсандӣ ҳаст ки аз хандая ашкам мебарад ва ҳаст лаҳзаҳое ки бо як гуфтам ки дилам танг, дилам нозук, ҳаст лаҳзаҳое ки бисёр ҳамин наздик қабул мекунаму
و من همین برابر تاثیر کردن همون لحظه یگان غم یگان اندوه اشک میبرد و این البته برای انسان طبیعی هم هست، باید هم خیل باشد، یا اشک از شادی باید براد یا که اشک از غم و اندوه باید براد. برآوردن اشک این یعنی و فکرم انسان بودن همون آدم رو میفهموند. یعنی همون آدم حسیات دارد، همون آدم درد دارد، همون آدم هم خرسندی رو یعنی قبول کرده میتواند و هم غم و اندوه رو. من افتخار میکنم از کشور عزیزم، من افتخار میکنم از دوستان جان و جگرم، من افتخار میکنم از همکسبان، من افتخار میکنم از ایجادکاران اصیل، من افتخار میکنم از همین قهرمانان تاجیکستان، من افتخار میکنم از اویلام، بچه هم، من افتخار میکنم از پایتخت عزیزم، من افتخار میکنم از شکرانه میکنم، هزارها مراتب شکر میکنم خیلی که در سرود شکرانه که اپای عزیزمون نقره رحمت الله میخونن در اونجا نوشته شکر آبد، شکر خاکت، شکر شام و شکر صوفی عطرناکت، تاجیکستان عزیزم، مادری جان عزیزم. من از همه چیزها من هزارها مرتبه شکر میکنم. ارباب هنر تاجیکستان قدرت‌الله یحیی‌یف در حقیقت شخصی خیلی سرتکوبوی است. آرامی را نمیپسندد. خرسند است که در جامعه میانی مردم، همکسبان و پیوندان و علاقمندان صنعت موقع معین دارد. از کسب پیش نموده‌اش می‌بالد و همیشه برای رشد و آبادی وطن حصه‌گذاری را وظیفه خود می‌شمارد. سرود و دیگر اثرهای موسیقی آفریده‌اش باشند در این سمت همراه اویند. چند سطر گفته بودم، همینه در خاتمه صحبت میخواهم بخوانم. جام است اگر اشعار من، آهنگ تو مثل می است. جسم است اگر اشعار من، آهنگ تو جان وی است. من هزارها مرتبه شکر میکنم که من همین راه رو پیش گرفتم، همین ساحه رو پیش گرفتم و عمر من در همین ساحه گذشت و بسیار هم میخواستم که همین عمر باقی مانده من باز اگر من در حقیقت آینده فرزندای خود رو، آینده یعنی کشور عزیزم رو، همین چیزها رو به نظر گیرم، اگر من باید اپتیمیست شده ایجاد کنم، یعنی اثرهای ایجاد کنم که مردم رو بلند کنم.